به این بیماری میگن بیماری تنهایی. بیماریه که هر کس به فهم تو دوچار اون بیماری هستی ترکت میکنه، چه دوست، چه فامیل، چه آشنا. همه فکر میکنن تو یه کار بدی کردی، یه کار اشتباهی کردی که این بیماری پاگیر تو شده. هیچ وقت به این فکر نمیکنن که این بیماری هم یه بیماری ویروسی مثل بقیه مریضی هست. فکر میکنن که همیشه باید آدم منزوی و گوشه‌گیری باشه اون آدم، یا شاید به خاطر اون کار بدی که کرده دچار این بیماری شده. همه طردت میکنن، همه به چشم یه خلافکار نگات میکنن. اصلا همه فکر میکنن که چرا یه بیمار HIV مثبت الان تو جامعه است، چرا بین ما داره قدم میزنه، داره میره پارک، میره سینما، میره رستوران. همه فکر میکنن که ما باید حبس باشیم، بقیه مردم ما رو نبینن، با ما ملاقات نداشته باشن. فکر میکنن که از طریق حتی ملاقات هم ممکنه از ما این ویروس رو بگیرن. یعنی بیشتر مردم نمیدونن راه های انتقالش رو به طور دقیق. به خاطر همین هستش که خیلی این بیمارها رو از خودشون دور میکنن. دوست داری؟ رفیق داری؟ دوست دارم که دوست داشته باشم، ولی چنین چیزی اتفاق نمیفته. به خاطر اینکه بارها تلاش کردم که با کسایی دوست بشم، دوستای خوبی برای خودم داشته باشم، ولی خب دو حالت داره. یا اینکه به اینا نباید بگم من HIV مثبت هستم، یا اینکه اگر بهشون بگم یه اینا رفتارشون عوض میشه، فکر میکنن که من دیگه خیلی آدم کثیف و آدم خطرناک و هنجارهای اجتماعی رو میشکنه و اینجور چیزا. یعنی اصلا فکر نمیکنن که شاید من که به این بیماری دچار هستم خودم نخواستم. آقا سلام. حالشون چطوره؟ خوبی شما؟ خیلی مخلصم. آقای قاسمی. آقای دکتر قاسمی. خوب هستی شما؟ قربانت سلام. به به. آقای دکتر چه جای بسخوری درست کردی؟ می‌خوایم آماده هم؟ ما همینجوری بریم؟ یهو دوربین اینا بهشو گفتی صورتش شطرنجی میشه اینا؟ آره. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ یالا. حال شما خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. خیلی عذرخواهی می‌کنیم که تأخیر داشتیم. آگه خیلی وقت منتظر شما هستیم. چقدر 2 ساعتی منتظر؟ بفرمایید. HIV اسم ویروسی هستش، Human Immunodeficiency Virus. اسمشو گذاشتیم ما HIV چون مختص انسان هستش. اگر که ویروس داخل بدن فردی باشه بهش میگیم HIV مثبت، اگر که نباشه تو بدن فردی بهش میگیم HIV منفی. حالا این ویروس میاد کارش چیه؟ مثل بقیه ویروس ها کلا اختصاصی کار میکنن. مثلا ویروس هپاتیت میره داخل کبد، به کبد آسیب میرسونه. آنفولانزا میره ریه رو آسیب میرسونه. حالا ویروس HIV میره گلوبول های سفید که سلول های دفاعی بدن ما هستن و عرضم حضور شما سلول های دفاعی که سربازهای بدن ما هستن اونها رو ضعیفشون میکنه. من 3 سال یه جا میشستم، صاحبخونه من نمیدونست که من HIV مثبتم. خب بعد من یه بار با همسرم دعوام شد که من به همسرم گفتم تو من مریض کردی ایدسی، که من به همسرم همچین جمله گفتم که همون موقع صاحبخونه تو حیاط بود که اینو شنید. بلافاصله 20 دقیقه بعدش که ما دعوامون آروم شد اومد گفتش که خانم فلانی شما دنبال خونه باش. خب منی که 3 سال تو اون خونه نشسته بودم
این خانم نمیدونست من HIV مثبتم. همین که فهمید من HIV مثبتم به من گفت خونمو تخلیه کن. دیگه هم میدونن HIV مثبت منی که الان خب من ناخواسته اینجوری شدم، چون میتونستن جلوی خانواده همسرم جلوی این قضیه رو بگیرن ولی نگرفتن. چرا چجوری میتونستم؟ چون همسر من خب قبل از ازدواج اعتیاد داشت. خب زمانی که اومده بود خواستگاری من پاک بودش. حالا تو اون تایم ترک کرده بوده؟ توی اون تایم ترک کرده بود. من کسی هستم که 14 سال پیش آزمایش اولیه که دادم مبتلا به این ویروس شد. 14 سال پیش امکانات یارا تجربه من این بود که میرفتم از سرنگایی که از داروخانه بگیرم، موقع پول نداشتم، میرفتم داروخانه سرنگ بگیرم، به خاطر پول کم از 50 تومان کم بود، با 150 تومان به من سرنگ نمیداد. سرنگی رو مصرف میکردم که مال دوستای همدرد مصرفم بود و این سرنگ رو شاید من 20 بار 25 بار حتی زنگم میزد من این سرنگ رو بازم مصرف میکردم. هیچ برام فرق نمیکرد که این سرنگ به کی خورده، چطوری خورده. فکر میکردم با جوشوندن آب جوش درون این بکشم به خودم بذارم تموم میشد. ولی غافل از این بودم از اون مراقعی که همه ماها مواد رو توش ریختیم داریم مصرف میکنیم، بارها میزدیم، خونبازی میکردیم و فکر میکردیم که داریم لذت میبریم. لذت 30 ثانیه‌ای. این خونبازی چیه؟ ما مواد رو وارد بدنمون میکردیم، دوباره خون رو برمیگردونیم، سرنگ رو برمیگردیم میزدیم، دوباره برمیگردیم. احساس خوبی مزه میگفت اون موقع همه مواد اومد زیر دهن. این احساس اون موقع من فکر می‌کردم این لذتی که من دارم انجام میدم، ولی واقعیت این بود من همون کاری که دارم میکنم این سرنگ وقتی که میکشم بیرون وارد میکنم، دفعه دوم یه سیسی دیگه بکشم، خونی که اون آقا هم کشیده وارد این سرنگ شد ویروس HIV داخلش بود. سرنگ که تو محیط زندان گیر نمی اومد، تو بهدارین هم نمیتونستن بیان، قطع چکونایی که واسه گوش و چشم و اینا میگرفتن یه دونه پیم ساعت نوکش رو تیز میکردن میزدن به اون قطع چکون، بعد مثلا یه چند تا با دور هم میشدن همگی از اون استفاده میکردن که همین باعث میشد اگه یه نفرشون بیماری رو داشته باشه، ویروس رو تو بدنش داشتهش، به بقیه هم انتقال میداد. دستت خون بازیگری اصلا خوابت گرفته، تو همون دستت خوابت برده. چرا؟ تا زدیم عمل میکنه. عمل میکنه؟ یا مثلا راه دیگه هم این بود که یه مثلا سوزن رو برمی‌داشتن یه تعدادی باهاش خالکوبی میکردن که همون خالکوبی باعث میشد که همه چیز داشتن، مبتلا بشن. ویروس ایدز راه انتقال مشخصی داره، از طریق جنسی، از طریق انتقال از وسایل برنده مثل سوزن که آغشته باشه به خون و مایعات بدن، و همینطور از طریق انتقال خون آلوده و فرآورده‌های خونی آلوده، و راه آخر هم از طریق مادر به جنین. عین محک که کودکان سرطانی رو تحت پوشش قرار میده، اینجا بیماران HIV مثبت رو تحت پوشش قرار میده. آقایی که نظاری، خانومی که میخوای کار خیر کنی، در کنار همه جاهای دیگه اینجا رو فراموش نکن. با پول شماها اداره میشه. ماهی 100,000 تومان فقط به هر کودک یتیم HIV مثبت کمک هزینه میدن. به افتخارشون. توضیحشون خیلی عالی بود، منم یاد گرفتم. حالتون چطور آقا؟ خوب هستید شما؟ خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم. چه خوب با صفایی آقا. سلامت شما دیدین؟ اینا طبیعتا برخی بچه هاشون هم با ایشون میان. خب اونا کلاس های خودشونو دارن
و بچه ها افراد داوطلب میان باهشون کار بازی درمانی میکنن. این بچه های HIV مثبتن و این بچه های HIV مثبتن. ممکنم هست توشون باشه که HIV مثبت نباشه، ولی اینایی که الان هستن بچه های مثبتی هستن که همراه مادرشون میاد میره بیمارستان، تستشو میگیره، داروشو میگیره، میاد کلاس جلسه مامانش شرکت میکنه، خودشم اینجا. و شما با خیال راحت با این بچه ارتباط دارید. حالا میبینین که وقتی من میرم توی کلاس، برای که این بچه 5 سال تو آغوش خود ما بزرگ شده، در اثر این که من یه بچه که با HIV زندگی میکنه بغلش میکنم که من ایدز نمیگیرم، میبوسمش که حتی من اگر نیم خورده لیوانی رو که او آب رو خورده که مبتلا به HIV ایدز این کار جلو دوربین رو ما انجام میدید؟ بله که انجام میدم. انجام میدم به جامعه بدونن نباید انگیش بزنید، نباید اردش بکنید. ولی میبینید من دانشجو کارشناس ارشد رشته روانشناسی بالینی کودک نوجوان هستم. همسرتون نگرانی نداره؟ جلو شما رو نمیگیره؟ نمیگی که بابا نرو مثلا ممکنه مشکلی بوجود؟ راستش نه، اتفاقا همسر من به دعوت آقای منصوریان اینجا اومدن، ما تو جشنایی که به هر حال برگزار میشه شرکت کردن و خیلی نه بگم یعنی روزایی به خصوص چهارشنبه که من اینجا میام کسی که منو شاید بدونی از خونه راه اندازی میکنه و میگه حالا اینم برای بچه‌ها ببر فلان خوراکی هم بخر، همسرم هستن. مونا خودت یه مدل دیگه بردار. اونو که خواستم بخورم که این گیره، اینم که خواستم بخورم تو میگیری. بده من آبمو بخورم. بابا گیر سرما خورده بودی؟ گن سرما خوردی؟ یعنی از ظرف غذا، توالت رفتن، حموم رفتن، دست دادن، بوسیدن، لباس، حتی لباس زیر، عرضم حضور شما همه اینها منتقل نمیشه. نمیدونم توی اتوبوس باشه فلان باشه، هر چی باشه منتقل نمیشه. یعنی اگر که شما رفتین یه رستورانی و غذای آوردن، حتی اون فردی که برای شما غذا آورده HIV مثبت باشه، میتونید با خیال راحت غذا رو میل بکنید. سلام. خیلی خوش اومدید. خواهش من اینه که این دوربین ها رو از ذهنتون پاک کنید، رجوع کنید به قلبتون و جوابهای واقعی قلبتون و احساستون رو به ما منتقل کنید. حتما انشاءالله. من اول یه چند تا سوال حاشیه‌ای میپرسم و بعد سوال اصلی برنامه رو میذارم برای آخرش. فرزند شما توی مدرسه‌ایه که هم کلاسیش هم میزیش پدرش معتاده، شما اجازه میدید که فرزندتون با اون بچه در ارتباط باشه یا نه؟ فکر نکن بهش. نه جواب نساز برامون. نه جواب نمیشه. واقعا اینجوریه که اگر در مقطع ابتدایی باشه شاید، ولی اگر در مقطع دبیرستان باشه باید اون پسر رو بیشتر مورد بررسی قرار بدم. من فکر می‌کنم تا زمانی که تغییر رفتار و تغییر رویه توی دخترم نبینم، نه هیچ مشکلی نبینم. شاید اون دانش آموزی که همکلاسی دختر من هست پدر مادرش آینه عبرتی براشون باشه و خیلی هم چه بسا دوست خوبی میتونه باشه برای دخترم. نه
در پایه دبستان مشکلی نمیبینم، ولی در دوره‌های راهنمایی قطعا میدونم که تاثیرگذار هست روی بچه‌م. دوره راهنمایی اجازه نمیده. اگر پدر این دختر خانم گل دچار اعتیادی بود بسیار شدید، اگر که خانواده های بچه های دیگه نمیذاشتن که بچه هاشون با دختر شما در ارتباط باشه، شما ناراحت نمیشدید؟ قطعا ناراحت میشدم، ولی خب به نظر من مسلما حق میتونه با اونا هم باشه، چون آینده بچه ها براشون خیلی مهمه. میشه یک بچه رو به گناه پدر یا مادرش محکوم کرد یا نه؟ خب قطعا متاسفانه همینطوره. بچه ها میشه محکوم کرد؟ نه نمیشه محکوم کرد. فرزند شما با یه بچه دوسته تو مدرسه که این بچه یک مریضی سخت داره، اجازه میدید که بچه‌تون با اون بچه در ارتباط باشه؟ اتفاقا تشویقش میکنم که با اون آدم ارتباط بیشتری بگیره. من بله، چه بسا که اون بچه میتونه شاید یه نکاتی در زندگی به دختر من آموزش بده. اونم حق زندگی داره، یعنی اینکه ما اگه توی جامعه کلا خودمون رو بذاریم جای افرادی که مشکل دارن، شاید مثلا یه سری برخوردایی که با ما بشه مثلا ازش ناراحت بشیم. نه مشکلی نداره، چون هر کسی حق زندگی داره. مثلا دوستم این مریضی رو داره، من سعی میکنم که جوری باهاش رفتار کنم که فکر نکنه واقعا این مریضی رو داره. حالا بریم سر سوال اصلی برنامه‌مون. سوال من اینه، یه مؤسسه‌ای هستش که دخترها و پسرای همسن و سال بچه‌های شما اونجا دارن زندگی میکنن که اینا مبتلا به ویروس HIV هستن یا بیماری ایدز. آیا شما اجازه میدید که من بچه‌های شما رو بردارم ببرم اونجا کنار اون بچه باشون بازی کنم؟ من بعد از این دختر خانم شما رو بردارم ببرم با بچه‌هایی که مبتلا به ویروس HIV هستن، HIV مثبت هستن، با اونا همبازی بشه. خیلی نه دردناک و تلخیه، ولی اون که واقعا دلم می‌خواست بگم آره وقت نه. دردناکه، ولی اینکه نه نمیتونم اجازه بدم، چون با کوچکترین چیز میتونه ناقل این بیماری به بچه من بشه. درسته خیلی ناراحتم برای اینکه خب بچهای همسن و سال بچهای خودمون هستن، ولی خب به عنوان یه مادر به خاطر عاطفه مادری که دارم نه نمیتونم اجازه بدم. برای اینکه من تخصص لازم رو ندارم و زبان و کلامم هم به اندازه کافی نافذ نیست، دعوت کردم از 2 تا عزیزانی که 2 تا هنرمند عزیزی که قطعا همه شما این عزیزان رو میشناسید، خانوم الیکا عبدالرزاقی و همسر عزیزشون آقای امین زندگانی. به افتخارشون دستم میتونیم بکنیم. آجون چطوره؟ خیلی خوش اومدید خانم. آقا خیلی خوش اومدید. خوب هستید؟ بفرمایید. خیلی مبارک. هر دو که راحتی. من اومدم این طرف که بین شما جدایی نندازم. راحت باشید شما. خوب هستید؟ من فکر کنم شما اون سوال اصلی رو پرسیدین، چون خود اصولا چهره دماغ و توهم هستن. اینها یه کودک اگر مبتلا به بیماری باشه
و ما بدونیم که بجز از طریق خون راه دیگه‌ای برای انتقال وجود نداره، شما واقعا چه میکنین؟ چه برخوردی با اون کودک میکنین؟ و میدونیم نه گناهکاره، نه خطایی کرده، مثل یک بخشی از زندگی، مثل این هوایی که ما تنفس میکنیم، مثل غذایی که ما میخوریم، بیماری بهش انتقال پیدا کرده، حالا همین بیماری متولد شده و خودش هیچ نوع نقشی در گرفتن این بیماری و ابتلا به این بیماری نداره. خب الان کجا کار میکنی؟ الان من تو شهرداری کار میکنم، تو غرفه بازیافت زباله‌های خشک رو تفکیک میکنم. اونجا چند نفر میدونن HIV داری شما؟ فقط شهردار منطقه‌مون میدونن. من طوری بود که بچم صبح میرم مدرسه، بعد از ظهر میومد تو غرفه لای اون همه زباله کنار خودم میموند. غرفه چیه؟ زباله‌های خشک، زباله‌های کثیف رو میگرفتم جدا میکردم، چون هیچ جا بهم با بچه کار نمیدن. آیا این بچه در ادامه حیاتش که میتونه خیلی هم طولانی باشه با رعایت یک سری از اصول، من فکر می‌کنم مثل یه آدم طبیعی اگر این آدم طبیعی میتونه زندگی بکنه و هر حال باید تحت مراقبت باشه. یک بیماری وجود داره مثل خیلی از بیماری‌های دیگه. مادر، نگهداری این دوتا عزیز ما با شماست؟ بله، من سرپرست شدم دیگه. چرا مادر؟ پدر مادر شغلش داد به شما، مریض بودن دیگه. آخه به خاطر همین بیماری HIV؟ آره دیگه. هر دو فوت شدن؟ آره، مادرش 2 ماه جلوتر، پدرش رو 1 ماه بعدش. مدرسه بردید ثبت نام، اینا چه برخوردی شده؟ از کش برداشتم بردم با پرونم مدرسه، این همسادم گفت بگو که این ناراحتیم دارن. خب گفتم نمیخوام بگم که اگه نگی یه موقع من احمد میخواد از زمین یه جاش خونی چیزی میاد، اونا بالاخره کمک کنن. یواش مدیر بگو. منم دیگه ساده بودم و مدیر گفتم یکم ناراحتی داره عمل که دیگه قبول نمیکنه. گفت چند تا اولا نمیشه حاج خانم به چند مثلا به خاطر بچه تو اینا آلوده. گفتم آخه این کاری به کسی نه، واگیری نداره، ضرری برای کسی. اول گفت نمیشه فلان، دوباره قبول کرد. یه 2-3 روز رفت و بعد 2-3 روز اومد که آره من میشینم گوشه، مدیر میگه بچه‌ها کی میشینه پیش احمد شهرستمی؟ اون میگه احمد مریضه و یکی میگه من نمیشم و یکی میگه من نمیرم مدرسه. من یادم خودم وقتی 14-15 سالم بود، وقتی موج ایدز توی دنیا راه افتاد، تبلیغاتش رو که کلیپایی که در ارتباط با این بود تو حالا به نوعی میدیدیم این تصاویر رو، آدم احساس می‌کنه خب پس من میتونم از بغل یکی هم رد شم، دستش بخوره به دستم ایدز بگیرم، مثلا قاشقش رو بگیرم، من مثلا حتما باید با الکل اینو ضد عفونی بکنم یا خیلی کارهای دیگه، نمیدونم لباسش رو بپوشم ایدز بگیرم. یعنی چون اطلاع رسانی درست نشده و متاسفانه از اون موقع تا الان سالهای زیادی گذشته، 2 دهه حداقل گذشته و هنوز هم همینقدر ما متاسفانه عدم آگاهی داریم، فکر میکنیم که این بچه متفاوته و میترسیم. میخوام آب بخورم سر شیر نمیذارن. بعد دیگه تو مدرسه نمیذاشن آب بخوره حتی. مثلا آره سر شیر میگفتن مثلا شیر بی احمد به آب خوردن. بعد دوباره باباش برداشت بردش که آقا مدیر برای چی بچه‌ها نمیادسه؟ گفت ما نگفتیم این اولیا اینجوریه. دیگه احمد دوباره به زیر یه 2 روز فرستاد، دوباره ما واسه گیری واسه گفت من نمیرم اصلا. دیگه اومد نره. مادرش هم من زنگ زدم گفتم آره احمد گفت نه عیب نداره مادر، بذار خودم بهتر میشم میام سال دیگه ان شاءالله که امسال رو میبرم. مثلا دوباره بردین که مدیر گفت نمیشه حاج خانم، شما باید جاتون رو عوض کنید. خونه دیگه شما کلا میشناسن، همه خانواده اولیا همه اعتراض دارن، شکایت کردن. الان داره با این بچه‌هایی که دارن با هم دیگه کار میکنن، در واقع این بچه‌ها دارن پیش خانواده‌های خودشون زندگی میکنن، اما مدارس عادی میرن، اما خب در مورد مدارس هم یه سری مسائل وجود داره. حدود 1.5 سال 2 سال با بچه‌م تو غرفه زندگی کردم با سختی. 2 سال تو همون غرفه زندگی کردی؟ تو همون غرفه که زباله رو بازیافت میکنی همونجا با بچه‌م زندگی کردم؟ چون خانواده شوهرم منو نپذیرفتن، شوهرم رفت زندان، من رفتم گفتم که مثلا بچه‌مو لااقل نگه داری من سر کار برم. من مادر شوهرم خیلی قشنگ نگاه کرد تو صورتم، گفت ببر بذار بهسیسی.
بهزیستی رو برای بچهای امثال تو گذاشتن. دارن توی انجمن احیا سعی میکنن که هم بچه‌ها وقتی خب به حال یه بچه 1 ساله 2 ساله اونقدر آشنایی نداره با بیماری خودش، کم کم هم آشناش میکنن، هم شرایط و محیط رو براش توصیف میکنن، هم محدودیت ها و خطرات رو. یعنی شما اگر با یک دختر بچه یا پسر بچه 8 ساله‌ای که مبتلا به این بیماری هست مواجه میشید، رفتار و کرداری که داره معمولا خیلی با بچه‌های عادی فرق میکنه، چون خیلی چیزها بهش توصیه میشه. اگر فرزندتون تو مدرسه تحصیل بکنه که یک بچه دیگه‌ای مبتلا به این ویروس باشه، اجازه میدید بچه‌تون تو مدرسه بره؟ بله، هیچ اشکالی نداره، چون همونجور که عرض کردم از طریق مراودات عادی اجتماعی این ویروس منتقل نمیشه. من فکر میکنم که در واقع بیماران مبتلا به ویروس بیشتر باید از ما بترسن تا ما از اونا. چرا؟ به خاطر اینکه اونا سیستم ایمنیشون ضعیفه. در مقابل کوچکترین بیماری، یه سرماخوردگی ساده، دچار مشکلات بزرگی میشن. ما میتونیم به اونا میکروب منتقل بکنیم، نه اینکه اونا به ما. میکروب های بیماری هایی که برای ما خیلی ساده و پیش پا افتاده است، برای اونا میتونه منجر به گرفتاری بزرگی بشه. خانم عبدالرزاقی، واقعا این بچه ها رو تو این مؤسسه مثل یک مادر تو بغلتون گرفتید؟ من هنوز سعادت مادر شدن رو نداشتم، اما حسی که این بچه ها به من دادن توی انجمن احیا حس تلخ و دردناکی بود، چون که می ترسیدن از اینکه من بغلشون بکنم. یعنی من شرمنده شدم از اینکه ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که با توجه به فرهنگ غنی پشت سر سعی نکردیم که یک چیزهایی مثل همین مسائل، مثل مسائل کودکانمون رو، مثل همین بیماری رو یه خود جدی بگیریم یا بهش بپردازیم، یا من به عنوان یه هنرمند پیگیر مسائلشون باشم که بدونم دارن چه جوری زندگی میکنن، با چه معضلاتی، با چه روحیه‌ای. بچه‌ای که من به سمتش میرم آغوش باز میکنم و به من نگاه میکنه و دستاشو جمع میکنه، چون مدام بهش گفتن که مردم از شما میترسن، مردم نگرانن. و من الان داره صدام میلرزه، واقعا بغض کردم و واقعا شرمنده تک تکشون شدم. میگه که آره تو ایز داری احمد، مدرسه راد ندادن، نه یا بیا پیش من بشی. حالا اینا آلیدن دیگه بگم نه اینجوری نیستا، اینجوری نیستا، سر بچه که نمیشه هر برادر دعوا کنی، میشه مجبورم بیان خونه هرس بخور. میگن قربون خدا چرا ما اینجوری بخور، گناه اینا چی بود آخه؟ آینده اینا چی میشه؟ اینا چی گناه کردن ترگم خدا که گرفتار بدن؟ آیا خوب بشن نشن؟ به خدا همش تا میکنه مریضا میگم اول مریضا دنیا مینو خدا اقلا خود رنگو بی یتیمی شو بی کسی شو. اگر به من نمیا به اینا بیا، این رنج من آب نبرم. خونه داشته باشیم، مثلا دوستان مسخرم نکنم بگم من اینجا تو این بیابون زندگی میکنم، ماشین که نه من بلد نیستم ماشین. به دلیل عدم کار کرده در حقیقت فرهنگ روی معتادینمون که نباید از سرنگ مشترک استفاده بکنین، این بیماری رو از کس دیگه گرفته که شاید خود اون هم از همین طریق مبتلا شده به این بیماری، این رو برده تو خانواده‌اش به همسرش که خانم بسیار محترم مؤمنه و بچه‌هاش انتقال داده، بچه‌های آینده‌اش انتقال داده و حالا اون فرد اصلا نیست، در قید حیات نیست، به دلیل همون اعتیاد از بین رفته. ما با یه خانواده طرف هستیم، هیچ گناهی ندارن، هیچ اتفاقی براشون نیفتاده، اما ما اولین اشکالمون در جامعه اینه که به چشم گناهکار بهشون نگاه میکنیم، بعد به عنوان مریض. من ممکنه یک خطای اخلاقی یک زمانی کرده باشم، خداوند در دین در توبه رو باز گذاشته، در اجتماع شما بخشش اجتماعی رو داری، برگشت از راه خطا رو داری.
خب من باید با شهامت بگم که اطرافیان من بدونن من ایدز دارم و نترسن. وقت تمومه، بریم سر نتیجه. بفرمایید که صحبت‌های این هنرمندان عزیز رو شما اثرگذار بود؟ آیا اجازه میدید که بچه هاتون رو ببریم تو مؤسسه در کنار اون بچه ها باشن یا نه؟ اگر که بگید بله، ما حتما این کار رو انجام میدیم، پس فرضی نگید. من قلبا راضی هستم، اما اجازه میخواستم که با همسرم هم یه صلاح مشورتی داشته باشم، نظر ایشون هم در این مورد بدونم. به خاطر این گرفته بودش. آره دیگه مثلا محبت کرده. خانواده پر آپشن بودن همسر جان، از همه چی داشته یه نموره. من HIV دارم. چی؟ HIV دارم، HIV ایدز دارم. چند سالی ایدز گرفتم، ولی رفتم خودمو نشون دادم. سلام خوشگله، خوبی؟ آره بادکنک الان میدیم به. خوبی؟ در کنار این بیماری دیگه از همسرم گرفتم. میشه بدونی؟ هپاتیت سی. ولی خانواده همسرم میتونستن جلوی این قضیه رو بگیرن. چه منی که مثلا 27 سالمه بعد این بیماری رو بار دوشم بکشم. من ما چیکار و وقتی هم که فوت کرد بهش گفتم که من تو رو بخشیدم، با فکر آرام بخواب. من به ایشون گفتم که چه طریقی مثلا مبتلا شدم و اینا، ولی ایشون خیلی راحت برچسب بی‌بندوباری رو من زد و رفت. ببین تو شم من تخصص دارم، اصلا اون موتور سازی کار میکردم. ببین آخه من چجوری با تو توضیح احترام میذارم، سنت از سن حالا من کاری ندارم. ببین اسم مشتری به اسم هر کی داری میای اینجا، من دارم احترام میذارم.